آقای دکتر عمل کاشت ابرو چقدر طول میکشه؟ به طور متوسط یه چیزی حدود 4 الی 5 ساعت. بله و برای این عمل نیاز به بیهوشی هست؟ نه، احتیاجی به بیهوشی عمومی نداره، بلکه به صورت بی‌حسی موضعی انجام میشه. درسته. لطفاً در مورد مراقبت‌های بعد از کاشت ابرو هم برامون توضیح بدید. در خصوص مراقبت‌های بعد از کاشت ابرو باید بگم تا حد زیادی شبیه به مراقبت‌های بعد از کاشت مو هست، ولی به میزان سبک‌تر. یعنی حدود 48 تا 72 ساعت بعد از کاشت ابرو شخص نیاز داره که این کارهایی که تقریبا من میگم رو انجام بده. یک، اینکه باید به صورت نیمه نشسته این مدت رو استراحت بکنن و به صورت تاقواز نه. دوم اینه که ظرف 48 ساعت اول دوش نباید بگیرن و کار سنگین و بار سنگین بلند نکنن و تقریبا این ناحیه موضع ابرو رو سعی کنن به حالت مرطوب نگهش دارن و حتی چرمش بکنن که خیلی مؤثر خواهد بود در روند به عبارتی بهبودی.